سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیزان و بینندگان شبکه فیسبوک و یوتیوب. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشین. و من یک موضوع داشتم به نام همین باز همون بانکوی که بگیم که این شب روز مهاجرا را مردم تاجیکستان چکار میکنن، غارت میکنن. یک چند فکر نظر ما اوید این بانکوی تاجیکستان و پول روانکنی مهاجران بگم. و همه ما و شما خوب میدونم که طول تقریبا یک هفته زیادتر هم شد که مشکلی مردم طرف برای پولگیری یا پول روان کردن مشکل میشود. و این اولادی رحمانوف یعنی میخواهد که با مردم بایکوت کنند. چخیل این بایکوت میکنن؟ ببینید که ما چندین بار با مردم گفتیم که شما با این رژیم بیای همه کسا تمامی مردم مهاجر و کسی باشه بیای به همین رژیم رو بایکوت کنیم، اما متاسفانه یگان نفر بایکوت نکرد و بی‌طرفی کرد. و امروز اویله رحمانوف تصمیم گرفته است که به مردم خود، به مردم تاجیکستان و مهاجران یک بایکوت بکنه. بایکوتش چیه یعنی؟ این چند روز شد که مردم پول روان میکنن، های و فلانی بانک و فلانی بانک گفته و یونیستریم هر بانک ها را رکلام دارن و اما متاسفانه چندین روز شد که مردم پول خود را چکو کردن گرفتن نتونستن. بعضی هاش میتونن بعضی هاش نمیتونن. و اینها چکو میکنن؟ و اینها میخوان که با مردم یا بایکوت کنن و پول مردم را باز هم بگیم که چکو کنن بسیارتر بگیم که غارت کنن. ببینید که بانک ها دارن زیاده از 11 بانکی که در 15 بانک در تاجیکستان یا 16 بانک خطا نکنم، 11 بانکش از زمین اویله رحمانوف است، از زمین خشتبار، از زمین اویله رحمانوف. اینها چیکار میکنن؟ اینها کارتا میگه و هم بانک های خود چی میکنن؟ میگن که هر یک آدم از فلانی بانک بیا چیکار کنه یک کارتا بگیره، میتوانند که مثال سبربانک روسیه مثال یا که از دیگر بانک روسیه میتواند که چریزمو کارتا بگیم که پولش انتقال بدن. و همین روز من یک چی را دیدم، سپربانک در مردم خبر گرفتم و یک چند همو کارتایی که بگیم که تاجیکستان هوی که دست علکه بگیم که همو زروبیج نمیشه پریود میشه و سوم روان میکنی از 1000 روبل رسی، از 1000 روبل رسی خطا نکنم 30 روبلی بگیم که روسی میگیرن. و ببینید که پیشتر روان میکردن مثال بعضانا بسیار خود بنده و بیلین روی میکردم، چند هنشین پیشتر روی میکردم. بعض حالت های میشید که در همو بیلین ده بگیم که عکسی هم میرفتم اونجا پول روان کنی میگفتن که عکسی حتی پولی که همو انتقال میدی در بالای هم چی میگن و زبان تاجیکی. خلاص برای همو بالای پول روان کردن یکون پول نمیگرفتن، میگفتن که خیلی همو عکسی های خیلی هفته یا ماه یا 10 روزه عکسی های مثال هم چانس میداره همو سمتا به یکون مبلغ زیادی ما روانش میکنیم. و اینها چیکار کردن امروز؟ اینها میگن که بیا بانکای ما کارتا بگیره و کارتا رو یک خانواده ما و شما مجبور میشه و کارتا رو بگیره و ما میتونیم که و بانک چیکار کنیم و چریزمو کانتاکت باشه یا که بگیم که سبربانک باشه پول روان میکنیم، پول میروه به دست بانکی همین اویله. مثلا اگر پیشتر وزالت های کرون روان میکردن مثلا 10 روبل از 1000 روبل 10 روبل سنیمت میکرد. آهازی مثال باید کارت هایی که روان میکنن از این بگیم که 30 روبل سنیمت میکنن. علاقه 2% زیاد شده 20%. مثال اگر 10 روبل باشه 30 روبل، یعنی که از پیشین با علاقه بگیم که ضرری نوشید و فایده او اویده شد که مثلا 20 روبل ما را چکو میکنه اونها بگیم که حبس میکنن و غارت میکنن. و این هم یک بایکوت رژیم رحمانوف و اویله رحمانوف بود و سخن طولانی نمیکنم، باقی در امان خدا باشه و بی‌طرف نباشین و فکر نظرات و در کامنت ها بنویسید و نفرهایی که مثال بگیم که فکر نظر دارن بیای هر یک ما و شما دیگه زمان رسیده است که دیگه با طریق رسانه ها چه فیسبوک، یوتیوب، کانتاکت، اینستاگرام چی شبکه باشد
مرحمت وروی اعتراضای خود بگیم که بگی نفره که مشکلی دارن پول روان میکنن، مثال در مشکلی هستن، برای دیگه زمان شده است که ما و شما باید آشکار بگیم که فکر و نظر خود ما بگیم که با مردم و با جامعه تاجیکستان و تمام مردم بگیم که چیکار کنیم بگیم. و همین خاموشی ما و شما باید متاسفانه امروز که چیکار کردن، امروز سال گذشته دیدیم که شناسنامه و قیمت کن، بگیم که سیم کارت هم قیمت کن، اینترنت ما قیمت کن، امروز چیکار کردن اومدن در همه پوله که 4 پوله که به یک زحمت، به یک محنت، به یک عذاب و گفت که همو مردم تاجیک و هزار حقارت ایوان سریوگای پتروف بگیم که با عهده میگیریم که 4 سومه بودن با خانه روان کنیم و متاسفانه اینها چیکار میکنن، باز بالای ما مثلا باز این بالای مهاجرا ظلم را بیشتر و بیشتر آورده نیستن و یگانه راهی هست که ما اینها را نیست نابود کنیم و دیگر نگذاریم که دستان کثیف و دستان خونالود خود را با جیب های ما، با خانواده های ما چیکار کنن، دراز کنن و باقی در امان خدا باشه. صحبت طولانی نمی کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.